بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. برادر اهل اسلام، البته شما مشاهده دارین مسئله مهمی که از ما سوال کردن درباره انشاءالله خدا خواهد طهارت خانه، درباره ساختن خلا و آداب خلا انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت بشیم. میبینین شما امروز جایی که طهارت خانه ما هست انشاءالله، من در اینجا شیشته البته طهارت، طرز طهارت کردن انشاءالله خدا خواهد باید که بلندتر باشد در وقتی طهارت کردن، یا که برای ساختن خلا ما شما خلا را برای شما نشان میدیم. باید که در اسلام چه طرز ساختن خلا باید که ساخته شود، طریقه که علماء بزرگان اسلام توصیه کردن ما برای شما نشان میدیم. یک لحظه شد من ببینید که خلا باید که یعنی دستی چپ انسان طرفی قبله باشد، نه روش نه پیشتش، قط طرف یعنی دستی چپ یعنی طرفی قبله. خلا دورمدن با پای چپ میدرویم، با پای راست برمدن آداب خلا است و چی یعنی عمل ها داره ما برای شما حاضر بیان نکنیم. آماده شدن را فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد و ثنای به اعداد مر خداوند را که نوری ایمان داد و به پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم و رحمت و صلوات بی پایان بود که پیامبری بشیر و نذیر و چراغ تابان است. الحمدلله امروز الله سبحانه و تعالی فرصت داد به شما عزیزان هم صحبت شدن. امروز بعضی برادران سوال کردن که طرزی انشاءالله یعنی آداب خلا و داخل شدن به خلا و چند مسئله مهمی که در خلا است پس همه شما عزیزان میرسانیم انشاءالله. خداوند امروز فرصت داد، وقت داد. ما شما خلا میگیم، در بعضی کلمات توالت استفاده میبریم، بعضی جا حاجت و قضا افتگی استفاده میبرن. کدام حالت باشدم البته در شریعت اسلام یعنی یکشن آداب ها دارد، باید که آداب هاش ما شما یعنی چکا کنیم رعایت کنیم. یکم وقتی که نزدیکی به خلا میرسیم البته دعا دارد، باید که این دعاش بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی ای پاک و پروردگارا البته از خودت پناه میطلبیم از این شیطان های مرد و شیطان های زن، چون که جن ها مرد میشوند زن میشوند، از بدی همین ها یعنی از خدا سبحانه و تعالی پناه میبریم. وقتی که داخل میشیم با پای چپ داخل میشیم در خلا، فقط با پای چپ داخل شدنش انشاءالله طرز سنت است. وقتی که با پای چپ میدرویم با پای راست میبریم سنت است. در دیگر موضوع ها در خانه ها در مسجد ها با پای راست میدریم و با پای چپ برمدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما در خلا داخل میشیم باید که انشاءالله دستی چپ طرف قبله بشینیم. حتی رحمت الله علیه میفرمایند در کتاب 4 کتاب در خلا جا چون نشینی دامنی خود برمکش، رو به سوی قبلنی پیش به سوی قبلنی، دستی چپ باشه سوی قبله و سلام. نه روم را به طرف قبله کنیم نه پیشمون را طرف قبله کنیم، فقط دستی چپ چیزی که خیلی که ما در انشاءالله خدا خواهد یعنی در این نوار ما شما نشان دادیم انشاءالله طرزی یعنی ساختن خلا هم
همچنان در خانه ها باید که سازیم. شما قبله ها را یابید. البته قبله چیزی عزیزترین، معتبرترین، مقدسترین برای چی از مؤمن است. ما عبادت ما تمام طاعت عبادت ما نماز ما همش به این قبله قبول می شود، چون که یافتن قبله فرض است. وقتی که قبله ما چقدر حرمت کنیم انشاءالله، چقدر عزت کنیم، خدا خواهد همونقدر عزت میبینیم، همونقدر عبادت های ما شما را الله سبحانه و تعالی قبول میکند. بزرگان سنتیان وقتی که در گوجه‌ای که میشینیم، چی در یلنگی ها چی در خانه ها که میشینیم، باید ما شما البته قبله یافته دستی چپ طرف قبله شدن در کار. این 6 طهارت شکستن سنت است عزیزان من. راست ایستاده شکستن طهارت این گناه است. اگر مبادا شما عذر داشته باشین در این حالت میتوانین کدام حالتی، لیکن عذر نداشته باشین البته 6 انشاءالله طهارت نشکنید. در خلا چیزا چی است من است؟ در خلا وقتی که شما داخل میشین در یگان چونته که شما یا که کیسه میگیم ما شما کیسه شما یگان آیتی باید که قرآن نباشد، یگان که حتی که بسم الله الرحمن الرحیم نستگیستان نباشد. البته و ما شما بیرون گذاریم کنیم گذاشته باید که انشاءالله خدا خواهد دلاییم. در اونجا گپ زدن، توف کردن، در اونجا نجاست تماشا کردن، در اونجا یعنی بسیار شیشتن، در اونجا بعضی شیشتن ناس میکشن، بعضی سیگاریت میکشن و ها کذا. نه، اونجا جای فقط استراحت، خارج کردن نجاست و زودی بیرون بودن است. اونجا نه سری لیچ، تنه لیچ، بدنی لیچ داخل نشه. حتی اینکه خیلی که در بالا دعا کردیم جنهای مرد و جنهای زن است. وقتی که ما این حالت ها رعایت نمیکنیم و ما شما میچسبن، ما شما را آزار میدیم. وقتی که سوال شدنش ممکن که آیا تلفن که دور مدن، البته تلفن خاموش کنید، چون که اکثری تلفنان در برادر اذان موندگی است، قرآن موندگی است، یا که الله نیستگی است، محمد نیستگی، چی که محبتی که داریم در بالای اکرانو میبریم. این تلفن خاموش کنید، به ملال در کیسه تو استادن بگیره، هیچ چیز ضرر نداره. دورمده بدیره برمده با در نستفاده در نگیریم. وقتی در خلا ما شما میشینیم فقط دستی چپ استفاده بریم. دستی چپ برای تازه کردن نجاست ها هست. یعنی بسیار ما شما یعنی چیزا را استفاده نبریم. حتی که امروز مخصوص بومگا کاغذ ها هست، همین کاغذ ها که گناه نیست استفاده بردن شما، لیکن کاغذ که برای انشاءالله انسان فایده‌ناک است، برای چیزای نشدن گیر است، این چیز گناه است. لیکن روزا بعضی اعتقادی بعضی انسان هستن که گویا که فقط با کیسک خلوق استفاده بودن کیسک. البته کن اعتقادی وابسته به شما سنت بنحو الحجری میگه، یعنی بیان خلوق با، لیکن امروزه که خدا خواهد ساخت که برای مخصوص کاغذ هست هیچ ضرر نداره، شما بیمالون استفاده بریم. فقط در تنی تازه کردنی تا فقط دستی چپ استفاده برای خلیص، چون که دستی راست از دستی چپ حرمتش بلند است، حرمتش بجا بیارین. وقتی که شما یعنی نجاستی تازه میکنین خب پول شودن برای شما حضور، لیکن ما مجبوریم که پورا برای شما فهمونیم، چون که اکثر آدم ها نمیفهمیدیم و ما سوالات رو رسودیم برای پورا فهمدن شما. خب پلتر هم باشد که دقلتر هم باشد، یعنی فهموندن حرکت میکنیم. وقتی که ما شما زیری خدا خواهد مخرجی پایین تازه میکنیم، مخرجی پیشنگی را البته کاغذ گرفته قاق میکنیم، چون که ما شما نجاستی غلیظه است. از پیش و پس انسان میبومگی یعنی نجاستی غلیظه وزمین است. وقتی که ما شما یعنی چیکار نمیکنیم، قاق نمیکنیم. در نماز 12 فرض متفقون علیه است. 12 فرض متفقون علیه، دو تاش بدنی پاک، لباسی پاک فرض است. وقتی که ما از همون پیش امونه قاق نمیکنیم، یعنی کاغذ داشته، وقتی که اون چیز که آب که میریزد در بدن ما شما یعنی در لباسی ما، دو تا فرض ترک میکنیم. و واسه دو تا فرض ترک کردن نماز ما شما را الله سبحانه و تعالی قبول نمیکند، چون که بدنی پاک، لباسی پاک انشاءالله فرض است. اینم در مورد صحبت میکنیم در این باره. لیکن ما شما البته یعنی
کاغذ داشته باید که پیشو چیکار کنیم کار کنیم. حتی که در کتاب های یعنی فقه مسئله میاد که یعنی چقدر راه گردد یا که در همون جا شیشته خیزد یا که پوچه قیچ کند سخت بسلفد و ها کذا کدام ترس کسی باشد حتی که چند کام بیزنند بگد باید که همون آب شود انشاءالله قاق شود. بعد قاق شدن بعد ما و شما چیکار میکنیم 3 بار دستار شفته استنجا میکنیم. یعنی استنجا شفتنی چی مخرج ها. در شفتنی مخرج فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، یعنی بدعت است. فرضش در کجا است؟ وقتی که مخرج ما و شما از یک تنگه درهم شرعی یک تنگه یعنی 20 دینه یا که 5 دینه پیشینه تنگا میگفتن بزرگان اسلام، از اول زیاد باشد شفتنش فرض میشود، از وی کمتر باشد واجب می شود، از وی کمترش سنت می شود. وقتی که ما شما پیشاب میکنیم فقط وی شفتنش مستحب است، ثواب است خلاص. وقتی که ما شما باد میبراید، بادم دو نمود میشود، بادی ترک میگم، بادی قاقک. اگر بادی که میبراید ترک باشد یعنی مخرج ما شما نمی پیدا شود البته و میشوین، اگر نمی پیدا نشود نمیشوین. در این وقتی که بادی قاقک یا که دست و میگونجا میبریم بینیم خون میاد یا که یک دم خور رفته یک دم میخیزیم، در این حالت شفتن زیر ناف بدعت است. بدعت گفته که یک کاری نو در شریعت پیدا کرده میشین. یعنی ما و شما خود نه به عذاب گرفتار نکنیم. ولی بعضی ها با ما سوال میتین که دامل آخر من همی دندونم خون بیاد تمام میشم، یعنی زیری ناف من خور رفته خیزم میشم، آخر عاقبت ما شما به درد میزنیم. لیکن گپ در دل نیست، گپ در حکم شریعت است. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم چیزی که برای ما تعلیم داد، بزرگان اسلام چیزی تعلیم داد، همین در ما شما عمل کردن. گپ در دل نیست، در عمل است برادران. باید که عمل کنیم، هیچ طور نکنیم. چونکه دست شما تازه است، زیری حتی که مثال گیم که ناف شما تازه است، چه حاجت و هر یک طهارت شفتن. طهارت دست رو میگن، طهارت دست وقتی که اونجا پاک است خدا خواهد شما خلا نمیدرایین و سببی باد و دیگر چیزها یا که خمه یا که دست ها میبرین، همین دست و رو یعنی 3 بار دست ها نمیشیم، دهن، بینی، رو، دستی راست، دستی چپ، مسی سر، هر دی پای شفتن کتی طهارت دست و رو میگن. همین کتی ما شما با دل پرگی نماز چیکار میکنیم ادامه دادن میگیریم، نماز خواندن میگیم. عزیزان من شما ایس اعتبار تیم از دبه به اعتباری اکثر شما یعنی بیماری ها مبتلا شدیم، اکثر شما از عبادت، اکثر شما نماز ها ترک رسودیم. چی مرد است چی زن است حکم از همین است برادرای اسلام. حکم وقتی که در تازگی شفتنی او چیز شرط و ضرور نیست. اکثر زن ها با ما سایدای مندخ می نیستن که من انی حالت هستم داملا چیکار کنم، حالت هستم ما یارم میفهمونیم، یکی اکثر نمیفهمید است یا که وای دلش قانع نمیشید است. نه قانع نه، شریعت اگر ما شما کار کنیم هرگز بیمار نمیشیم. ما شریع اگر خدا خواهد کار کنیم البته خدا خواهد عمرای دراز میبینیم، از بیماری ها دور میشیم. چونکه شاعر میگه در حقیقتی کار از خدا شرم دار و شرم مدار. وقتی که حقیقت میاد باید که ما شما بوگه بشیم. حتی بینین که ما شما یک سنتی بزرگ امروز زنهای ما شما خودی ما مردها نمیکنیم. وقتی که انسان از خواب میخیزد، پیامبری بزرگ محمد صلی الله علیه و حدیث صحیحشون است که وقتی که انسان از خواب میخیزد 3 مراتب اول دستش بشود، بعد لباساش پوشد و بعد دیگر چه، چون که دستی ما شما در کجاش روز میکند نمیدانیم. این سنت بزرگ است. حتی در مسئله فقهی شرح الوقایه نبینید میگه که اگر میگه بشکه است و آب هست یکی چی میگفته که چیز نداشتد یک لحظه یعنی ترک ندو گرفته اول یک دست بشود، هیچ نباشد دست همین خیل کرده هم و نکوی چلیکاش آو گرفته این دست شفته بعد این دست پرد خیده حتی سنت است. برای که امروز یعنی کودکای شما دهن درد میشه، چون که زنهای ما شما این سنت ترک کرده هستند. وقتی که گیم ساعتی یک و دو کودک بیدار میشه دود میگن میخیزن، نه دستشون نمیشونن هیچ کار نمیکنن، همون خیل چیکار میکنن پیستون در دهن میمونن، دستای نجاست آلود
وقتی که اون کودک اون چیز میمکد انا بد دهندر و ها کذا دیگر بیماری هایی که هست این از همین چیزا میشه، چون که ما این سنت رسول الله ترک میکنیم. حتی خوشی زنهای ما و شما نمیاد، خوشی دخترهای ما و شما، خوشی خدا خواهد که عروسای ما و شما نمیاید که رفته آل 3 بارک دست شوه تو بعد چیکار کند کودک انشاءالله خدا خواهد. حتی این سنت، این بزرگ سنت است. این چیز ما و شما البته عمل کنیم. البته پیش از خواب رفتن این صورت تیار کردمونیم. اگر ما و شما امیدی چی داشته باشیم از شفاعت رسول الله سلام سنت ها را بیدار کردن خدا خواهد انشاءالله اگر خواهش داشته باشیم. اینم یک سنت، چون پیامبر اسلام میگن من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی که میگه یک سنتی من دوست داره وای من دوست داشته، کسی که من دوست داره میگه وای همراهی من در جنت. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد این بود مسئله های ضروری که در زیر نوف ما شما استفاده برده میشد. خدا خواهد انشاءالله اگر خدا فرصت یاد پگه ما شما پورا کاملا تحالت کردن با خدا خواهد بعضی مسئله مهمی که هست در پیش و سهم شما عزیزان انشاءالله میرسونیم. دارم اینجا خدا خواهد صحبت با پایان رسونیم، چون که کم کم این چیز پرتیم شما بیشتر شنوین و بیشتر عمل کنین انشاءالله خدا خواهد ما هم ثواب میگیریم، شما هم انشاءالله ثواب میگیریم. اسلامی عزیز همه این سوال گفتگی از خدا خواهد، همه چیز انشاءالله پیامبری بزرگوار پیامبری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم برای ما شما تعلیم داد. ما فقط چی هستیم؟ اجرا کننده و ثواب گیرنده هستیم. اون چیزی که خدا خواهد میشنویم کنیم انشاءالله ثوابی دنیا این دنیا و آخرت انشاءالله سزاوار میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. با شما باد صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید.